یک گزارش رادیو آزادی سبب شد که پل بحثی میان دو ناحیه برقرار شود. پلی که در بین قلمرو ماموری دو ناحیه هم مرز ولایت ختلان، کوشانیان و وقت‌جویگیر از خراب شد، ولی بحث منسوبیت پل به این آن ناحیه 3 سال طول کشید و ساکنان محلی مجبور بودند که بنا به خطرزا شدن خرابه‌های پل پیشینه فاصله 3 کیلومتر راه را طی کرده به راه کلانی پیوست کننده ناحیه با شهر باختر برسند. ساکنان محلی در گزارش رادیو آزادی که اکتبر سال 2017 نشر شد شکایت کردند که علاوه بر مشکل حرکت در راه، خرچ راهکیرای آن هم افزایش یافت. طی 3 سال اخیر مسئولان دو ناحیه همسایه کوشانیان و وخش بر سر بنیاد پلی که ساکنان جماعت دهات کیرف را با جماعت بوستون قلعه و از آنجا به مرکز ولایت میرساند به موافقه نمی آمدند و ساختمانش را به ذمه نمی گرفتند. محمد شریف نظراللهیف، یک ساکن ناحیه وخش، میگوید اخیراً با تشبث حکومت این ناحیه کارهای ساختمانی پل از سر گرفته شد و به گفته او حالا 90% کارهای ساختمانی انجام شده است. برای ساختمان پل حدود 100,000 سومانی و به علاوه آن سیمنت و محصولات ساختمانی از سوی صاحبکاران و مقامات جدا گردیده است. گفته می شود که کار ساختمانی این پل را ساکنان برای حشر انجام میدهند. یک مقام حکومت ناحیه وخش در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد نشر گزارش در سامانه رادیو آزادی گروه کاری تأسیس شده، نظارت از بالای ساختمان پل پرزور شده است و آنها تصمیم گرفتند که پل را بسازند. ساکنان دو ناحیه میگویند که بارها تلاش کردند این پل را طریق حشر بنیاد کنند، ولی مسئله جمع آوردهشان بسنده نبوده است و بدون کمک مالی و تکنیکی مقامات نمیتوانند این کار را انجام دهند. این کوپرو که از 50 سال به این طرف راهی بیشتر از 40,000 ساکنی جماعت‌های شهر کیرو و بوستون قلعه را پیوست می‌کرد. اداره خواجگی راه‌های اتومبیلی وادی وخش که نظارت پل‌ها را بر ذمه دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در تابعیت کدام ناحیه قرار داشتن این پل را نمی‌دانند، ولی با تلاش مقامات ولایت حکومت ناحیه وخش ساختمان آن را به عهده گرفته است. طبق اطلاع رسمی در ولایت ختلان اکثر پل‌ها به تعمیر و بازسازی نیاز دارند که از شوروی به این سو باقی مانده‌اند.